که اسمش خیانت نیست. من میخوام فقط همکار باشیم. اگه میشه در کنار همسرتون حواستون به منم باشه، منم حواسم به شما باشه. ای خدا، خیانت با توجیه درست نمیشه. در کنار همسرم چیزی کم ندارم که بخوام در وجود شما پیدا کنم. من اصلا مزاحم زندگی شما نمیشه. فقط میخوام یه وقتایی که برای کلاس تیاریکس میام همین مجتمع رو به رو همو ببینیم. همین. خب من جوابم همون نه. بحث از نظر من مقتول است. بازم فکراتونو بکنین. اگر تا 3-4 ساعت دیگه نظرتون عوض شد با من تماس بگیرید، بازم همو ببینیم. 3-4 ساعت دیگه؟ نه، این مطمئن ترین نهیه که تا حالا گفتم، چون عشق پشتشه. باشه، بیشتر از این اصرار نمی‌کنم. ساق پامم گرفت. الانم باید کلی پول ماساژور بدم. ماساژ میدی؟ ماساژور میدی؟ جوابم همون. خیر، من بفهم. معذرت.